منطقه نزدی سرحدی که با که وی طرفین داده شده بودن در اون منطقه تا امروز ما یگان کانیای ظهورات نبود که ما به جانب خطای اونا داده باشیم و با این کار اساساً سرکار دارد کمیته زمین اداره زمین و گردیزی کمیته دولتی و شاید که اگر به انجام رسیده باشد تا این وقت اگر یگان کان یا ظهورات میشد ما وابسته به این مسئله هم سپارش میگرفتیم و هم حجت ها را آماده میکردیم. خوشبختانه تا امروز یگان سپارش هم نیست و ما از روی حجت های گیولوژی میدونیم که در اینجا یگان ظهورات یا کان نیست و خوشبختانه امروز هست حجت یادداشت تفاهم بین خدمات گیولوژی چکلی که من در اخبارات هم دادم یادداشت تفاهم عاید آموزش منطقه‌های نزدی سرحدی بین تاجیکستان و خطای و ما من 5 سال است این کار رفته ایستاده است ادامه دارد یک قسمی وابسته به نتیجه های این کارها یک قسمی کارها همین سال جاری از جانب متخصصان هم تاجیکی و هم خطایی معرفی کرده شد در مرکز داده های علوم زمین شناسی در سراداره گیولوژی و من فکر میکنم که اون آموزشی که ما امروز گذرانیده ایستادیم برای آینده این یک حجتی یک تحکرسی برای همکاری های طرفین بین دو کشوری دوست می شود.